ورزشکاران کشور ما دستپروراní فدراسیای کاراته دو جوندوکان از دو مسابقه با نفوذ بین‌المللی با دستاوردهای ارزنده برگشتند. در شهر اریال فدراسیای روسیه مسابقه بین‌المللی اوید با کاراته دو برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی دو نفر ورزشکار کشور ما فاضل جان احمدوف و مصطفی گلوف اشتراک نموده به گرفتن یک مدال طلا و یک مدال نقره مشرف شدند. فاضل جان احمدوف در بین ورزشکاران از 18 ساله بالا صاحب مدال طلا گشته پرچم کشور عزیزمان را بالا برداشت. مصطفی گلوف در بین نورسان 14-15 ساله با گرفتن مدال برنجی سزاوار شد. در این مسابقه 16 دولت جهان و 45 ولایت فدراسیون روسیه اشتراک کرد. مسابقه بهد در سطح بلند گذشت. من باوری کامل دارم در آینده در ولایت سوخت شهر خوجند چنین مسابقه با نفوذ را ما گذرانیم. ورزشکاران خارجی خواهند اشتراک کرد. در شهر بیگابات جمهوری ازبکستان مسابقه بین‌المللی اوید به کاراته دو برگزار گردید. ورزشکاران ما صاحب 7 مدال شدند. همچنین ورزشکاران فدراسیای مذکور در مسابقه بین‌المللی اوید با کاراته دو که در جمهوری ازبکستان برگزار شد اشتراک نموده به گرفتن 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنج مشرف شدند. ورزشکاران پرتجربه نورس یاسومن فرمانова، مقصود جان مرادزاده و صالحه غیاسی در این مسابقه صاحب مدال‌های طلا شدند. من کاراته و ازبکستان به اشتراک کردم. یکم جا گرفتم تاجیکستان به پیش. من ازبکستان دیگه جای گرفتم. حرکت میکنم جای یکم جای میگیرم پرچم تاجیکستان به لب میبردارم. من در این مسابقه 3 روزم حرکت میکنم جای یکم میگیرم پرچم تاجیکستان به لب میبردارم. هنگامی بازگشت این ورزشکاران را در مرکز ولایت سوخت نمایندگان بخش کار با جوانان و ورزش شهر خوجند سابقه‌داران ورزش و والدان ورزشکاران گرم و صمیمی پذیرایی کرده تبریک و مبارکباد گفتند. قید کرده شد که در 9 ماه سال جاری ورزشکاران فدراسیای کاراته دو جوندوکان کشور در 19 مسابقه بین‌المللی اشتراک نموده به گرفتن 281 مدال مشرف گردیدند که از این 103 تاش طلا میباشد. همه این دستاورد و بردباری ورزشکاران نتیجه صاحب استقلالی کشور و دستگیری و توجه رهبریت عالی مملکت نسبت ساحه ورزش ارزیابی کرده شد.